مبارک باد، مبارک باد، مبارک باد. و اینک باز از سر نو تلویزیون کپیلوس، تلویزیون مردمی روشن شد و با کمک خدا امروز ما به دیدار همدیگر رسیدیم. امیدوارم که من در خاندان شما مهمان ناخوانده نیستم. امیدوارم که شما در آینده نیز همراه ما خواهید بود و به ما دعا خواهید فرستاد که همیشه توانیم راز و نیازهای همدیگر را بگوییم و بشنویم. چند روزی که در اکرانهای شما در تلویزیون کپیلوس رنگ سیاه بود، به نظر من این یک رمز بود، رمز سیاهکاری، سیاهبختی. بعضی آدمانی که همیشه میخواهند که ما را گول زنند، همیشه میکوشند که به ما و شما افسانه بخوانند، ولی دیگر دوری افسانه نیست. من تصور میکنم که حاضر در یکی از قصرها امام علی رحمانوف هم تلویزیون را تماشا دارد. او مثل برگ بید میلرزد، او عصبی میشود و گوشی تلفن را میبردارد، یا به دامادش، یا به حسن سعداللهیف، یا به یگان وزیرش، یا به یگان مشاورش زنگ میزند. کنی وعده شما وعده داده بودید که دور کپیلوس به آخر رسید. من شنیدم که وقتی که تلویزیون چند روز بسته بود، به رحمانوف حسابات دادند که ما تلویزیون را بستیم، ما کاری کردیم که دیگر این تلویزیون را مردمی تاجیکستان نمیبینند. و حتی یکی از دامادانش گفته است که جناب عالی دیگر باور کنید از این تلویزیون نام و نشان نخواهد ماند. اما امروز در خانه های شما تلویزیون روشن است. من تصور میکنم که در سر یک دسترخوان شما همراه فرزندان خود نشسته اید و من میبینم و از روی نزدیکان خودم میدانم که در خاندان تاجیکستان، در تاجیکستان یک کرگس پرواز میکند که از بال و پری وی، از پرواز وی، از بودن وی در خانه های مردم غم، اندوه، حزن، مشکلات پیدا شدند و پیدا می شوند. من تصور میکنم که شما حالا در سر دسترخوان نشسته اید، اما عزیزان شما، فرزندان شما مثل پرنده های مهاجر پرواز کردند به کشورهای دیگر، به زاویه های دیگر، به منطقه های دیگر، به سرزمین های دیگر، به امید پیدا کردن یک بریده نان. اما این حکومت هیچگاه در غم شما نیست، زیرا اشکم آنها سیر است، زیرا آنها پروای شما ندارند، زیرا آنها در قصرها زندگی میکنند، در کوشکها زندگی میکنند، همیشه آب گرم و خنک دارند. آنها عادت کردند که مردم را همیشه در یک کمبغلی، در فقر، در ناداری نگه دارند. همدیاران محترم، شاید شما دیدید به چشم خودتان و شاید آگاه هستید که در این شب و روزها تمام مطبوعات تاجیکستان، رادیوی تاجیکستان، تلویزیون تاجیکستان، حتی مطبوعات آزاد تاجیکستان سراسر پر از تهمتنامه، پر از بهتاننامه در حق من است. آنها از هیچی روی نمیگردانند. آنها که مقدسات ندارند، بغیر از تهمت، بغیر از بهتان، بغیر از یک تمغه جاسوسی زدن، بغیر از طعنه دادن، ملامت کردن و سرزنش کردن، دیگر یگان حرفی، یگان دلیلی بر ضد گفته های من ندارند. دیدی من به رحمان هم میسوزد. در همین 20 سال این بیچاره یک مشاور خوب، یک وزیر خوب، یک داماد خوب، یک عروس خوب پیدا نکرد که به وی سیاست آموزد، به وی دولتداری آموزد،
باید کار با مطبوعات را آموزد، باید تحمل پذیری را بیاموزد. اصلا اون چیزی که آنها درباره من گفتند و نوشتند، این بهترین رکلام برای من بود. من به امام علی رحمانوف یک تلگرام دادم و در اون تلگرام نوشتم: محترم نامحترم امام علی شریفویچ، تشکر برای رکلام بی پول. این معرکه رکلامی که شما برای من آغاز کردید و دوام میدهید قریب $2 میلیون و حتی زیاده از این ارزش دارد. باز یک بار دیگر تشکر. چقدر که شما خودتان میگویید، یک جهان تشکر امام علی شریفویچ. و یک جهان تشکر به رئیس KGB تاجیکستان سیمومین یتیموف. دست شما در نبیند. سیمومین یتیموف تمام کارمندا و تمام اگنت‌هایش و تمام خبرکشانش را در تمام تاجیکستان جلب کرد که در بین مردم کار برند و به مردم فهمانند که به حرفهای دادا جان عطاالله گوش نکنند. شما تصور کنید در یک کشور مترقی هیچ وقت سیمومین یتیموف باید که وزیر نشود. اون یک معلم است، یک اینستیتوت آموزگاری را ختم کرده است، اصلا سواد ندارد، معلومات ندارد و بسیار خوب است که این وزیر رحمانوف است. و این وزیر بیخیرت امر داده است که شما باید در بین مردم کار برید که دادا جان یک دیوانه است. شما اگر سالم باشید، آره من دیوانه‌ام، اما دیوانگی از همه اساسی را حتی نامش را نمیدانم، مجبورم که از روی کاغذ خوانم. یک مرد نامگوم، سید مکرم عبدالقادر زاده، مفتی مسلمانان تاجیکستان. ببینید این زشترام، این گمنام و این بدنام را من حتی نامش را نمیدانم، ولی امروز رهبری مسلمانان تاجیکستان است. یک نفر را وقتی پرسیدم گفتم که نام مفتی مسلمانان تاجیکستان چی بود؟ او خندید گفت بالله والله تالله نمیدانم نامش را، در ما او را خرید دجال نام میبرند. این دهشت است که یک نامگوم رهبری مسلمانان می شود. من میدانم که در تاجیکستان شخصیت های بزرگی هستند که علامه های هستند که نامشان را در تمام، نه تنها در عالم اسلام بلکه در تمام دنیا میدانند، میشناسند و اعتراف میکنند. من وقتی که از خصوص این گونه شخصیت های بزرگ گپ میزنم، پیش از همه پیش دیدگان من نام بزرگواران ایشان نوریدین جان تورجان زاده و حاجی میرزا می آیند. وقتی که چنون علامه ها در کشور هستند، وقتی که چنین بزرگواران در کشور هستند، حکومت تاجیکستان حتی در منصب مفتیگی هم باید یک همشهری خودش را ماند. حتما از حاجتخانه پولکی تا یک وزارتخانه باید همشهری امام علی رحمانوف باشد. این است محل پرستی، این است تنگ نظری، این است بیخردی. خرید دجال به همه امر داده است که در تمام مسجدها ضد من کار برند، ضد من حرف زنند. و چه حرفهای خنده آوری! آنها مرا میگویند وطن فروش است. بابا شما که اصلا از مفهوم وطن، ملت بیخبر بودید و بیخبر هستید. شما یک حزب دارید، شما حزب حسیب هستید، حزب کلبسه هستید، حزب اشکم هستید. هر کجای اشکم شما گوش نباشد، وطن برای شما آنجاست. شما مفهوم وطن را نمیفهمید. ما برای وطن جان داده ایم. ما بودیم که از استقلال حرف میزدیم. ما بودیم که در میدانها یشت آزادی میخواندیم. ما بودیم که بیرق آزادی را برداشته بودیم. ولی شما بودید که سرکوب کردید حرکت‌های آزادی خواهی را، رستاخیز را، حزب‌های دموکراتی را، مطبوعات آزاد را، شخصیت‌های سربلند و سربدار را. مگر شما نبودید که برای هیکل لنین گریسته بودید؟ مگر شما نبودید که برای لنین عزا گرفته بودید؟ مثل آن که پدرتان مرده باشد میگریستید، مینالیدید و پیراهن میدریدید. امروز شما آزادی خواه هستید.
مگر شما نبودید که شعارتان نیست باد اسلام بود؟ امروز مسجدها را، امروز مقدسگاه ها را زیر تصرف خود کرده اید. بعد از چند ماه در تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی برگزار می‌گردد. در کشورهای متمدن، در کشورهای دموکراتی، در کشورهای مردم سالاری، مردم به انتخابات 3-4 سال تیاری می‌بینند. از طریق تلویزیون، از طریق روزنامه‌ها بحث‌ها می‌شود بین نامزدها به پرزیدنتی، بین کاندیدها، بین حزب‌ها، بین شخصیت‌ها. مردم این بحث‌ها را تماشا می‌کنند. مردم از این برنامه‌ها را می‌آموزند. خلاصه می‌برند که به کدام حزب آواز دهند یا به کدام حزب نه، یا به کدام حزب نه. در ما چی؟ همه جا خاموشی. برای چی؟ رحمانوف می‌خواهد که تاجیکستان قبرستان باشد. خاموشی تنها در قبرستان است. بیرون از قبرستان مردم زندگی میکنند، گریه میکنند، شعر میخوانند، اعتراض میکنند، زندگی میکنند. اینها میخواهند که زندگی را، اینها میخواهند که به زبان همه مهر خاموشی اندازند، مهر خاموشی بزنند. شما ببینید یک چیز عادی. در آینده ما به این موضوع به تفصیل برمیگردیم. چند حزب تاجیکستان و شخصیت‌های سیاسی تاجیکستان پیشنهاد کردند که در قانون درباره انتخابات بسیار تغییرات کوچک وارد کرده شود. یعنی در حوزه های انتخاباتی، در اوچسکه های انتخاباتی نماینده های حزب های گوناگون باشند و از جمله نماینده های آنهایی که نامزد به رئیس جمهور هستند. و چیزی دیگر همون پروتکل هایی که در اوچسکه های انتخاباتی بعد تمام شدن انتخابات پروتکل ها رو به نماینده های حزب ها بدهند. یک چیز عادی است. یگان وی ندارد. یگان مثلا در اینجا یگان سنساسیا یا یگان کشودن یک امریکایی نو نیست. یک چیز مقرری است. حکومت رحمانوف، پارلمانت رحمانوف حتی به همین راضی نشد. چقدر که میگویند سالی که نکوی است از بهارش پیداست. ما پیشکی میدانیم که از این انتخابات هم امید نیست. عزیزان من، ناامید نباشید. شما به خودتان امید بندید. شما باور کنید، من گفته بودم باز میگویم، تا زمانی که رحمانوف هست در تاجیکستان انتخابات نمی شود. پس راه چیست؟ راه یگانه چیز است. فشار آوردن. فشارهایی را که برای ما قانونهای بین الخلقی رخصت میدهند، فشارهایی را که برای ما قانون اساسی تاجیکستان، سرقانون تاجیکستان رخصت میدهد. یکی از این راهها این تشکیل گردی همایی است. رحمانوف از گردی همایی، از میتینگ مثل کور شپرک از آفتاب میهراسد. حالا کسی میتینگ نکرده است، حالا کسی به میدان نبرآمده است. الکی رحمانوف در غم آن است که چطور این میتینگ ها را و چطور این گردی همایی ها را پخش بکند. چند روز پیش در بیشکک واخوری رحمانوف با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین برگزار شده بود. از روی معلومات دقیقی که ما در دست داریم، یگانه خواهش رحمانوف چی بود؟ نه کمک به مهاجران، هرگز خطا میکنید. نه یگان مشکلات دیگری تاجیکستان. فقط او یک چیز میخواست، بیشتر یراق و اسلحه به تاجیکستان دادن و خریداری کردن واسطه های مخصوص برای پخش گردی همایی، برای پخش میتینگ است. همین مسئله ها را رحمانوف نشر میده به حکومت امریکا، به خیتای و به ایران هم پیشنهاد کرد. ببینید که رهبری شما، سروری شما، به گفته بعضی تملقکاران رحمانوف و مشاوران پدخلیم رحمانوف، پیغمبری آنها در غم چی است؟ در غم بازکشتار، در غم با گاز از بین بردن، در غم پراکنده کردن میتینگی که هنوز پیدا نشد. هنوز کسی درباره آن حرفی نزده است. اینها همه چیز را میخواهند در آغازش،
در ابتدایش بوغی کنند. شما گمان نکنید که دوری شما گذرد تاجیکستان تنج می شود. شما در غم فرزندانتان باشید. شما در غم نبیره هاتان باشید. برای آنکه حالا نبیره های به دنیا نآمده شما، حالا فرزندان آبستن نشده شما قرض دارند. این همه چیزی که رحمانوف ساخته است به نام ره و تونل و بلای بتر دیگر، این همه از حساب قرض است. از حساب قرض است که ما باید فرزندان شما باید برگردانند. این یگانه حکمتی است که غم مردم را نمیخورد. ببینید به 25 میلیون دلار در دنغره چایخانه میسازد. بابا تمام دنغره که 25 میلیون قیمت ندارد، 25 میلیون ارزش ندارد، به 25 میلیون چایخانه خرم آباد، یادگار از دیکتاتور امامعلی رحمانوف. یا گیریم این راه قرقون تپه کولاب، اصلا به این راه کی چیز میکشد؟ یا اون اغبه هایی که امروز همه جا تعریف میکنند که ما راه ساختیم، ما تونل ساختیم، اینها همه از حساب قرض هستند. و به این پروژه ها، به این لایحه ها شما باور کنید رحمانوف فقط به خاطر آن دست میزند که کشورها برای چنین لایحه ها آماده پولی هستند و فقط به خاطر آن که از لب این پول اینها توانند که دزدی کنند، این لایحه ها را عملی میکنند. و شما خودتون شاهد خواهید شد که این راه ها بعد 1 سال یا نیم سال 1 سال دیگر همه ویران خواهد شد. برای چی؟ برای آنکه یگانه مقصد وزیر تاجیکستان، یگانه مقصد پروکورور تاجیکستان، یگانه مقصد میلیسیونر تاجیکستان دزدی است. اینا دزد بچه هستند. چنانکه که من گفته بودم اینا یک راهزن هستند. راهزن اساسی خود رحمانوف است. و حکومت تاجیکستان باز یک بار میگم این حکومت علی بابا و 40 راهزن است. علی بابا رحمانوف، 40 راهزن وزیرانش، دامادهایش، همشهریهایش هستند. برای من یک مثال را دیروز نقل کردند. یک نفر در یکی از بازارها عرابه میگیرد، عرابه را به اجاره میگیرد و همان روز میلیسیونر نزد این عرابه کشی نوجوان میآید که تو بیا برای من یک پشک سیگار بیار. این بیچاره میگه که ببخشید من حالا یگان چه کار کردگی نیستم، من ندارم پول که برای شما را هم سیگار خرم. میبرن عرابهش محکم میکنن دیگر تا این نوجوان نمیرود از نزد مادرش پول نمیبرد و به اینا سیگار نمیخرد و اجازت نمیدهند که با عرابه خودش کار کند. هر کجای قدم اینا رسد باور کنید همه جا رسوا می شود. هر کجایی که اینا باشند آبادی نیست، ویرانی است. اینا خانه های مردم دزدیدن، اینا بیزنس های مردم دزدیدن، اینا بانک های مردم دزدیدن، اینا مال مردم دزدیدن. اینا دیگر به دزدی عادت کردند. دزدی دیگر برای اینها یک کسب شده است، خصلتشان است. اینا دیگر هیچ وقت از دزدی دست نمیکشند. اینا نمیتوانند که یگان چیز اختراع کنند، اینا نمیتوانند که یگان چیز ایجاد کنند. فقط یک کار میکنند. یک نفر اگر یک بیزنس خوب تشکیل کند انتظار میشند که کی این بیزنس رونق مییابد و بعد این بیزنس را از دست همون آدمی که با عذاب و عقوبت هم یک کار به راه مانده است میگیرند. برای مثال ببینید اون مگزین های آریما با یک عیب خنده آور به جاسوسی صاحب آریما را حبس کردند، مغازه ها را تهمین رحمانوف گرفت، دیگه وی آزاد شد. یا بگیرید این جمعیت ساختمانی ماوراءالنهر را که رهبرش در حبس است. برای چی؟ برای آنکه این شرکت هم، شرکت ماوراءالنهر هم خیلی پیش رفته بود، رونق یافته بود. برای همین به خاطر آنکه تجارتش را گیرند صاحب این شرکت را حبس کردند. یک چیزی یک نویگری دیگر شاید نه همه میدانند. راه دوشنبه جرگتال هم به اختیار همون شرکت جمال الدین نورعلیوف داماد امامعلی رحمانوف داده شد و بعد چند
حتما این راه هم پولکی می شود. و یک چیز دیگر، بعد از انتخابات رحمانوف نیت دارد که تمام راه‌های تاجیکستان پولکی کرده شوند. تمام راه‌های تاجیکستان. وقتی که نرخ راه بلند می شود، شما تصور کنید که نرخ آرد شما، نرخ گندم شما، نرخ لباس شما، نرخ کتاب شما و هر چیزی که شما خریداری میکنید به طور اتوماتیک بلند خواهد شد. من از یک چیز خرسند هستم. در صدها مقاله هایی که درباره من نوشتند، در یگان جایش، در یگان مقاله به حق خدا یک جا نگفتند که دادا جان عطاالله گفت فلان طور، حقیقت حال این طور است. در یگان جا. زیرا پرینسیپی من تنها گفتن حقیقت است. این کثیف ها شما تصور میکنید که عیب نیافتند و گفتند که گویا من در یکی از برنامه ها خاک بر دهنشان که گویا من گفته باشم که خدا جانوری من است. ببینید تهمت را، ببینید بهتان را، ببینید ناکسی را، ببینید بیشرفی را. انا این است حکمت. انا این است حکمت علی بابا و چین راهزن. ترغیباتگران رحمانوف هم همش همشهریان هستند. یک سبزی فروش سردبیر، یک چوپان دیرکتری تاجیکینا، یک تراکتورچی وزیر، تنها میدان چیمون بی وظیفه از خیش تبار رحمانوف. بوزو، سگو، گربه های رحمانوف بی وظیفه ماندند و خلاص. دیگه همه خیشانش، دامادهایش، دوستان فرزندش، همسایه هایش، همشون دیگر صاحب وظیفه شدند. از دنغره تنها باز یک بار میگویم، تنها سگ و گربه و موش و خر بی وظیفه ماندند. دیگه همه وظیفه دار شدند. دیگه همه وظیفه گرفتند. بر کجای سر نزنی یک همشهری رحمانوف. عزیزان، اگر ما فقط گوییم و عمل نکنیم ما به جای نمیرسیم. بیاید یک از عملهای کوچک سر میکنیم. یک گروه سیاستمداران تاجیکستان میگویند که با راه ایولوسیون، یعنی با راه انکشاف، آهسته آهسته ما حکومت را دیگر میکنیم. میدانید وقت این گپ به چی مانند است؟ با اینکه یک آهن را، یک چیز فولادی را با اره ریزینی، با اره چرمینی کوشش کنی اره کنی. آیا با چرم، آیا با پخته، آیا با ریزین میتوانیم ما آهن را، فولاد را رخنه کنیم، ببریم؟ هیچگاه. برای همین ما باید عمل کنیم. از عملهای کوچک سر کنید. نترسید، نه هراسید، با هم بیایید. مثلا برای مثال در تمام ناحیه تاجیکستان رهبری تماشنی، میلیسیا، KGB همه همشهرهای رحمانوف هستند. شما چیکار کنید؟ گویا که تصادفاً 10 نفر شوید، 20 نفر شوید، به در خانه‌اش زنگ زنید. گویا که ما شنیدیم که امروز شما توی دارید یا شما فاتحه دارید، که آنها ببینند که شما جای زیستی وی رو میدانید. اگر بترسید، اگر بهراسید، امروز اگر فرزندی یکی را حبس کنند و در زندان کشند، خدا نکند فردا این روز به سر شما میباید. اگر امروز شما میبینید که یک میلیسیونر در یکی از بازارها میباید از یک خانم، از یک زنی که در زیر آفتاب تسوان به جای تربیت فرزندانش به خاطر یک بریده نان روزی دراز میایستد که 2 سوم کار کند، میبرند پول وی میگیرند. شما روید نزد اون میلیسیونر، از گریبانش دارید، گوید برادر تو چیکار میکنی؟ ما باید به این کارها، به این عملها دست نیم و ما باید تیار باشیم که به گردی همایی براییم. ما راه دیگر نداریم. ما جنگ نمیخواهیم، ما زیستن میخواهیم. برای زیستن ما باید مبارزه بریم. در یگان کشور دنیا آزادی آسان به دست نامده است. میدانید ما کمتر پسیکولوژی ببخشید عزیزان من دلم میسوزد، من جگرم میریزد. من یکی از شمایانم، من فرزند شمایانم. من برای همین به شما آشکارا میگویم،
هر قدر ما طاقت کنیم آنها همین قدر زیاد بر گردن ما میشینند، بر کتفان ما میشینند، بر سر ما میشینند. اینها انصاف ندارند. برای همین ما باید مقاومت نشان دهیم. امروز کمونیست بودن بر ضد این رژیم بودن است. امروز مسلمان بودن بر ضد این رژیم بودن است. امروز انسان بودن بر ضد این رژیم بودن است. امروز دموکرات بودن بر ضد این رژیم بودن است. نه هراسید، با هم بیایید، در گرد حزب ها جمع شوید، در گرد روزنامه های آزاد جمع شوید، در گرد شخصیت های آزاد جمع شوید. ما اگر با هم آییم آنها هیچ کار کرده نمیتوانند. تمام افسر و عسکری رحمانوف 8000 هم نیست. ما 8 میلیونیم، اما ما 8 میلیون خاموشانیم، اما ما 8 میلیون بی‌طرفیم، اما ما 8 میلیون تماشابینیم. دیگر دور بی‌طرفی، دور تماشابینی، دور خاموشی نیست. بی‌طرف نباشید. عزیزان، خدا هم گفته است که، عزیزانم، پروردگار هم گفته است که قسمت شما، سرنوشت شما در دست شما است. شما باید برای یک زندگی ارزنده، برای یک زندگی سزاوار کوشش کنید. به این کوشش ما به جایی نمی رسیم. من به حزب‌های سیاسی تاجیکستان مراجعت میکنم. من به شخصیت‌های تاثیرگذار تاجیکستان مراجعت میکنم. بیایید ما یک رویخط میکنیم، مثل اون که در روسیه کرده بودند به نام سپیسوک ماگنیتسکو، یعنی رویخط ماگنیتسکی، و آدمانی را که حقوق ما را زیر پا میکنند و آدمانی که ما را آدم حساب نمیکنند، به تشکیلات‌های بین‌المللی، به کشورهای اروپا، امریکا و دیگر کشورهای دموکراتی دنیا مراجعت میکنیم که به این آدما روادید، یعنی ویزا داده نشود و این آدما نتوانند که از تاجیکستان بیرون شوند. شما میدانید اینها، حکومت رحمانوف دوست می‌دارد که پول در تاجیکستان دزدی کند، خون مردم در تاجیکستان مکد، مردم فشار بیارد، نان دهن مردم گیرد و استراحت کند. در کجا؟ در دبی، در امریکا، در اروپا و در جزیره های دیگر. عزیزان، شما گمان نکنید که اینها تغییر می‌یابند. شما گمان نکنید که رحمانوف پیر شود یا رحمانوف بمیرد حکومت از دست اینها رود. نه، اینها میخواهند که اولاد به اولاد، قبیله به قبیله رهبری ما باشند و خون ما را مکن. شما باور کنید نسل دویمی که بعد رحمانوف میباید بدتر از رحمانوف است. چرا؟ آنها خودشان را شاهزاده، آنها خودشان را وزیرزاده، آنها خودشان را اشرافزاده، آنها خودشان را بزرگزاده میپندارند. آنها اون پایلوچ رحمانوف نبودند که با موزه های ریزینی به سر قدرت آمده بود. آنها اون وزیرهای نبودند که کاستوم پوشیدن نمیتونستند. دیگه اینها لذت دنیای دیدن، اینها لذت بحر را دیدن، اینها لذت پرواز در سامانه‌های بهتری را دیدن، اینها لذت دنیاگردی و دنیا نوردی را دیدند. دیگر اینها هیچگاه از منصب، از دولت دست نمیکشند. برای همین ما باز یک بار دیگر میگوییم که باید هم در داخل و هم در خارج کاری کنیم که پیش راه اینها را گیریم. اگر ما پیش راه اینها را نگیریم، ما را، فرزندان ما را، نبیره های ما را بدبختی های زیاد انتظار است. امروز میدانم شما یک برید نان دارید، میگویید خدا را شکر. بله، شکر کردن کاری خوب است، اما شما دانید که این نانی که شما میخورید، این نانی که در بالای دسترخوان شما است، این نان رحمانوف نیست. این نانی با عذاب و با اذیت، این نانی با اشک کار کرده فرزندان شما، شوهران شما، برادران شما و خواهران شما است. عزیزان، شما یک بار رحم کنید به این بچه های نوجوانی که در روسیه کار میکنند. آنها کارتوشکا میخورند، آنها مکران میخورند، آنها گرسنه میگردند که تا شما گرسنه نمانید. نان آنها برابری زهر است، فراموش نکنید. امروز این بچه هایی که در روسیه کار میکنند بعد چند سال همراه خود بیماری، کسلی، بدبختی را میبرند. شما گمان نکنید که
یک عمر یک ملت میتواند ملت گستربایتر، ملت مهاجر، ملت مردکار باشد. مردکاری شرمندگی است، کمبغلی شرمندگی است، غلام دیگران بودن شرمندگی است، کنیز دیگران بودن شرمندگی است. سر بالا کنید، سر بالا کنید، سر بالا کنید. شما به افسانه های یک وطن فروشه که ما آریایی میگوید باور نکنید. این آریایی نیست، این اولاد ندارد، این گذشته ندارد، این خون ندارد. امروز سگ بچه های این رژیم، امروز شاعرای متشاعرای این رژیم، امروز نویسنده های کیسگی این رژیم مرا عیبدار میکنند که من وطن ندارم. امروز آنها میگن بیا مرد باشی در تاجیکستان گپ زن. من بسیار میخواهم که در وطن زندگی کنم. من بسیار میخواهم که بیرق آزادی را در وطن بردارم. من بسیار میخواهم که از کاپیروس نه، از تلویزیون تاجیکستان سخن گویم. ولی آنها نمیمانند. دیلای پرونده جنایتی من، یک ژورنالیست، یک سیاستمدار، 84 جزء است. 84 جزء. اگر همین روز پای من به تاجیکستان رود، من باید در زندان شدم. ولی آنها نه تنها در تاجیکستان بلکه بیرون از تاجیکستان هم کوشش میکنند که مرا یا دستگیر کنند، یا نیست کنند، یا نیگیتیر کنند. اینها اونقدر نامرد هستند، اینها اینقدر ناکس هستند که به یگان کس رحم نمیکنند. ببینید باز همون زید سیدوف را، زید سیدوفی که توانست که در تاجیکستان تجارت تشکیل کند، بلندترین خانه تاجیکستان را زید سیدوف ساخت. به $1 میلیون سهمیه های راغون را زید سیدوف خرید. در سفرهای رحمانوف پول خراجات رحمانوف، پول خراجات بنده رحمانوف زید سیدوف میداد. امروز بردن کنج زندان کردن. این خیلی مثال زیاد هستند. نامردی آنها تا همان درجه است که به خانه مادری من، مادری پیری من رفتند و میخواستند یک پیرزن را، یک مادر را تحقیر و تهدید کنند. این است این رژیم. و در آخر میخواهم اصلا اون چیزی که درباره من نوشتند کرای گپ نمی کند. از تمام مقاله های آنها من نمیتوانم که برای شما یک اقتباس بیارم. یک اقتباس. آنها میگویند دادا جان دیوانه است، دادا جان معزده است، دادا جان وطن فروش است، دادا جان خائن است، دادا جان اگنت است، دادا جان جاسوس است. آقایان، به جای اینها را گفتن شما گویید که دادا جان گفت که حکومت یک محل است. حکومت یک محل نیست. شما به جای آن اثبات کنید که در کجا من خطا گفتم، در کجا من سهو کردم. شما سهوی مرا گویید، شما خطای مرا گویید، اما شما گپی گفتنی ندارید. من نمیخواهم که با یک ژورنالیست کوچگی، با یک شاعری که از شعرهایش ببخشید بوی یک عاقل میباید من بحث کنم. بحث من با رحمانوف است. دشمن من رحمانوف است. حریف من رحمانوف است. من میخواهم که اگر رحمانوف مرد باشد، اگر رحمانوف مردی داشته باشد، من آمادم که من و رحمانوف در یک میز نشینیم، در سر یک میز، و شما مردم تاجیکستان سوال دهید و من و رحمانوف به سوالهای شما جواب دهیم. این میشود مردانگری، این میشود مردیگری، این میشود امتحان در نزد شما. در صورت دیگر اینا همه یک بازیچه هستند. بعضی از آنها میگن ای تو به سروری ما نرس، تو میدانی سروری ما که است؟ بابا، رحمانوف برای تو سرور است، رحمانوف برای تو جناب عالی است، رحمانوف برای من یک جوال خالی است، رحمانوف برای تو پیغمبر است، رحمانوف برای من یک دوست است، یک غارتگر است، یک دیکتاتور است، یک آدم غیر اخلاقی است، یک آدمی است که یک آدم جدی، یک آدم حلال باید به وی دست ندهد. اما رحمانوف امروز میلرزد. امروز رحمانوف هم مثل شما تماشا دارد. شما خرسندی میکنید، شما میخندید، شما لطیفه میگویید، شما یا احسن میگویید یا نفرین میخونید. اما رحمانوف سخن را گم کرده است. رحمانوف میلرزد. امام علی جان، نلرز، نترس، جسور باش، مرد باش.
من که автомат ندارم، من سخن دارم. بیا من تو автомат جنگ نه، من تو سخن جنگ میکنیم. و بسیار برای من علم آور است که این دوز بچه ها، این اوباش ها، این نودولت ها، این آدمایی که باور کنید در خانه شان اقلا جای خوابی درست نداشتند، اقلا نان سیری نمیخوردند، امروز در تمام وظیفه ها، در تمام اداره ها در دوشنبه هستند و به من میگویند که و به من، به صاحب وطن، به وطندار میگویند که تو بی وطن هستی، تو وطن فروش هستی. ای خدا زده ها، ای نادیده ها، ای نوکیسه ها، ای بامژ ها، ای نسکی دریده ها، تاجیکستان وطن من است. از یاد نبرارید. بی وطن نیست غریبی که کند یادی وطن. بی وطن نیست غریبی که کند یادی وطن. در وطن بوده بی یادی وطن بی وطن است. بی وطن شمایید، بی کفن شمایید، بی هنر شمایید، بی سخن شمایید. شما بدبختید. شما این وطن را خراب کردید. شما کاری کردید که همه از این وطن میگریزند. با هر یک نفری که در تاجیکستان گپ میزنی یک آرزو دارد. از دست شما گرگان دو پا، از دست شما شغالان، از دست شما تارتنک ها، از دست شما ریشک ها و شبوشک ها میخواهد فرار کند. الفرار فی وقت یظفرون. مردم میخوان از شما سری وقت گریزند تا در دام شما نفتند. اما ما پیش راه گریزه ها را، مهاجران را، مسافران را میگیریم. اکنون نوبت مهاجری نوبت شما و فرزندان شما است. شما باید گستربایتر باشید. شما باید در روسیه کار کنید. شما باید در تخانه ها کار کنید. شما باید زحمت کشید. بعد به قدر وطن میرسید. بعد به قدر آزادی میرسید. بعد به قدر حقیقت میرسید. بعد به قدر آزادی سخن میرسید. رحمانوف سخت بیمار است. سخت مریض است. بیماری رحمانوف بزرگمنشی یعنی من ویلیچ نام دارد. این آدم اونقدر از رحمانوف اونقدر از زندگی از واقعیت دور شده است که خودش را یک شخص فوق‌العاده، یک شخص آسمانی، یک پیغمبر میتراشد و بسیار کوشش میکند که یگان خیل بیمار نشود و دور دراز زندگی کند و دور دراز دولت راند. به من نقل کردند که هر سحر از زیدی 3-4 ماشین آب میبرند که در همون آبی که از زیر برف میبراید رحمانوف آب بازی میکند به خاطر آنکه عمرش دراز شود. یا از دوبای در طیاره مخصوص خوراک‌های ماهیگی میبرند. ماهی زنده، نوع‌های گوناگون ماهی که مثلا بعضی ماهی هستند که قیمتش تا $500-600 است 1 کیلوگرمش میبرند. برای وی آشپزهای مخصوص از همین چیزهای دریاگی خوراک آماده میکنند. و چیزی از همه بدتر است، من نمیتوانم در این باره نگویم. اگر من خاموش باشم این برای من گناه حساب میشود. برای من میگویم در این باره هم کدام طبیب ابله به رحمانوف مصلحت داده است که برای دراز کردن عمر انسان همخوابگی با دختران باکره، با دخترانی که سنشان تا 14 است بسیار سودمند و فایده آور است. و به من گفتند که بعضی خانم هایی هستند که برای رحمانوف هر سری چند وقت چنین دخترها رو میبرند. این دخترها بسیارشون نمیدانند که همخوابه آنها رحمانوف است. آنها رو میبرند در یگان منزل، اونجا تمام شرایط هست. 2-3 روز همراه این دخترک، همراه این طفلک، اون زنای تجربه‌ناک، زنایی که به روسی میگن کورتیزان، که یعنی فاحشه های کسبی، به اونا درس میتن، سبق میدهند، آنها را آماده میکنند و وقتی که برق کشته میشود یک نفر میدراید نزد آنها و همراه آنها خوب میکند و این نفر پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمانوف است. پدران، مادران، برادران و خواهران عزیز، یگانه از چیزی که از شما میخواهم ترس را از خود دور کنید. دیوار ترس را شکنید. پرده های ترس و هراس را بدرید. فقط آدم باید از خدا ترسد.
اینها ما رو بدبخت کردند. اینها دولت تاجیکستان رو، حکومت تاجیکستان رو یک کارخانه خصوصی، یک تشکیلات خصوصی کردند. اینها پروای ما ندارند. برای همین یگانه راهی ما مقاومت کردن. مقاومت. باید همدیگر رو دستگیری کنیم. باید یک نفر رو یک میلیسیونر به در خانه یگان کس پنجه میزند، ما باید رویم از حالش خبر گیریم. ما باید غم زندانی ها رو خوریم که هر شب از زندان های تاجیکستان از زیر ضربه این ناکسان ناخلفان صدای الله اکبر می آید، صدای ای خدا مدد می آید. ما باید غم اینها رو خوریم. اگر ما همه در غم خود باشیم در تنهایی می میریم. ما ملتی میشیم که تنها می میریم. برای همین فقط با هم بودن، با هم آمدن، در غم همدیگر بودن، دستگیر همدیگر بودن میتواند برای ما کمک کند. شما باور کنید اینها قدرت ندارند. اینها کی هستند؟ اینها انصاف ندارند. با اینها بحث نمی ارزد. ما باید اینها در جاشون نشینیم. اگر یک نفری آنها در کوچه میگذرد و شما را تحقیر میکند، شما حتما باید جواب دهید. دنیا بی صاحب نیست. امروز تاجیکستان در تمام دنیا میشناسند. ما فقط باید همین اخباری که میباید جمع کنیم و در دنیا پهن کنیم و کاری کنیم که چهره کثیف این حکومت را، چهره بیمار و زعفران این حکومت را به مردم و دنیا و به جهانیان نشان دهیم. اگر ما خاموش باشیم اینها ما را میتازند. شعار آنها یک چیز است: بزن، بخو، بگرد. نه، ما دیگر نمیمانیم که آنها بزنند، بخورند و بگردند. دوری آنها تمام شد. برای همین باید با هم آییم. دیگر دوری ما است. تاجیکستان خانه من و شما است. تاجیکستان دولت ما و شما است. تاجیکستان وطن ما و شما است. ما نمیخواهیم که یک گروه کثیف، یک گروه بیخرد، یک گروه بیسواد در سر حکومت ما باشند. ما میخواهیم بهترین فرزندهای خود را در تخت نشانیم. ما میخواهیم با راه انتخابات بهترین ها را انتخاب کنیم و اون نفر در خدمت من و شما باشد. حکومت رحمانوف نیست. حکومت من، حکومت شما، حکومت اون پسره که در نزد شما میشیند. تاجیکستان دولت پدر شما، مادر شما، پدری من و مادری من است. تاجیکستان از آنها نیست. تاجیکستان از ماست و با ما خواهد ماند. دیگر خداحافظ تا وقوعی های دیگر، تا دیدار.